بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و موضوعی که ما قرار داریم این قاعده نون ساکن و تنوین است و می‌گذریم به قاعده چهارم. این اخفا می باشد. اخفا در لغت به معنای پنهان و یا پوشیده می آید. در اصطلاح علم تجوید پنهان و پوشیده و با غنه خواندن حرف نون می باشد. حرفای اخفا 15 تا حرفای باقی مانده الفبای عربی می باشند، غیر از حرفای اظهار، ادغام و اقلاب. دوستان عزیز، از همه راهی آسانتر در یاد داشتن حرفای اخفا چنین است. اول اینکه ما حرفای اظهار را از یاد میکنیم: همزه، عین، غین، خا، 6 تا. و دوم حرفای ادغام: یا، میم، نون، واو، لم، را، یرملون. این چنین 6 تا. و 1 تا حرف اقلاب، حرف ب، و همه باقی مانده حرف ها این حرفای اخفا می باشند. شیخ جمزوری رحمت الله بر او باد حرفای اخفا را برای حفظ کردن در اولی کلمه های این دو مصرع جمع آورده است. صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقا ضع ظالما. اگر شما این دو مصرع را از یاد کنید، همه حرفهایی که با رنگ کبود اشاره کرده اند اینها حرفهای اخفا می باشند. و گفتیم راه آسانش این است که حرفهای اظهار، ادغام و اقلاب را از یاد می کنیم و باقی مانده همش حرفهای اخفا می باشند. تعریف اخفا: اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 15 حرف اخفا آید، نون پوشیده و با غنه خوانده می شود. ایضاح: در وقت تلفظ اخفا زبان به کام نمی رسد، بلکه زبان به مخرج حرف بعدی نزدیک کرده می شود. از این سبب اگر حرف بعدی حرف استعلا باشد، یعنی حرف قفس، اخفا کمی قفس کرده به مقدار 2 حرکت کشیده خوانده می شود. و اگر حرف بعدی حرف استفاله باشد، یعنی حرف باریک، اخفا باریک کرده و به مقدار 2 حرکت کشیده خوانده می شود. بگذار استاد طرز درست تلفظ کردن این قاعده را به شما نشان دهد. اکنون میگذاریم مثال ها را میخونیم. ببینید دوستان، ما گفتیم که اگر بعد از حرف نون حرف استفاله باشد، اخفا باریک تلفظ کرده می شود. مثال: من تراب. و هنگام تلفظ اخفا ما زبان را به مخرج حرف بعدی نزدیک میکنیم: من تراب، و زبان به کام نمی رسد. بعضی ها خطایی کرده من زبان را در کام داشته من تراب میخوانند. این خطا است. زبان در جایش در پایان می ایستد، به کام نمی رسد. من تراب. و مثال دیگر را میبینیم که با حرف استعلا است. مثال حرف قاف. حرف قاف استعلا است و هنگام تلفظ اخفا که بعد از حرف نون حرف استعلا می آید، اخفا کمی قفستر تلفظ کرده می شود. ببینید: من قبل. به خاطری که ما به مخرج قاف نزدیک شده ایستاده ایم، من قبل اخفا کمی قفستر تلفظ می شود. و مثال بالا باشد: من فضه. من فضه. حرف ف حرف استفاله است. به این سبب در این مثال اخفا باریکتر تلفظ می شود. من فضه، من قبل. و بیایید یک چند مثال ها رو می خونیم. مثال ها برای نون ساکن در 2 کلمه: من تراب، من ثمره، و من جاهده، من دابه. و مثال ها برای نون ساکن در 1 کلمه: منتهون، منثورا، انجیناه، اندادا.
و مثال ها برای تنوین: جنات تجری ماء ثجاجا فصبر جمیل و کأسا دهاقا. و بیایید باز یک چند مثال ها رو میخونیم که حرف استعلا آمده است بعد از نون ساکن. مثال: میان طین. ببینید در اینجا اخفا کمی غفصر شد. میان طین به خاطر که حرف تا حرف استعلا از غفص خوانده می شود. ینطلقوا حلالا طیبا. میان ظهیر. اینجا نیز حرف ظا حرف استعلا است، اخفا غفص خوانده می شود. انظر ظلا ظلیلا. و حرف قاف من قبل ینقلب ینقلب عذاب قریب. ایضاح: قاعده اخفا به مانند قاعده های اظهار و اقلاب در بین دو کلمه و این چنین در داخل یک کلمه راست می آید. علامت های قرآنی اخفا اینها می باشند: یکم، در بالای حرف نون ساکن ظاهر نیست. دوم، خطهای تنوین ان و تنوین این برابر نیستند و تنوین اون باشد در شکل رقم 99 آمده است. سپارش: قاعده های اخفا را در آیت های زیر یابید. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. کلمه انزلنا قاعده اخفا دارد. بعد از نون ساکن حرف زی آمد و علامت قرآنیش در بالای حرف نون ساکن ظاهر نیست. انزلنا وما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر. در اینجا نیز قاعده اخفا آمد. من کل بعد از حرف نون حرف کف آمد و علامت قرآنیش در بالای حرف نون ساکن ظاهر نیست. من كل امر من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. و در آخرین آیت قاعده اخفا نیست. سوالها برای سنجش: یکم، اخفا در لغت و در اصطلاح چی معنا دارد؟ دوم، حرفهای اخفا کدام هایند؟ سیوم، اخفا را شرح دهید. چهارم، علامت های قرآنی اخفا کدام هایند؟ و وظیفه خانگی: سوره زلزله را در دفتر نوشته همه قاعده های گذشته را یافته علامت گذاری کنید. یعنی از قاعده اول تا قاعده امروزه که اخفا می باشد همش را باید در دفتر نوشته علامت گذاری کنید. دوستانی عزیز، اگر شما به همه این سوال هایی که بعد از درس می آید جواب دهید و وظیفه خانگی را اجرا کنید، ان شاء الله شما در آموختن علم تجوید موفق خواهید شد. با همین ما قاعده نون ساکن را که 4 قاعده داشت، اظهار، ادغام، اقلاب، اخفا، تمام کردیم. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.